امروز آمده ایم که بشنویم در ستایش کلمات از طمأنینه تا تشویش. بدین منظور دعوت می‌کنم از انسانی اهل تأمل، آشنا به سکوت، جسور در معنا، استادی که شاگردانش را سالهاست با رموز سخنوری و فن بیان آشنا کرده است. با افتخار دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر محمد علی حسینیان، مؤسس کانون سخنوران ایران، لطفاً با تشویق‌های گرمتون ایشون رو همراهی کنید. اما تو راوی نور باش در وادی خاموش دلان، به نام نامی حق متعال، به نام آن که هست و من میدانم که هست. سلام. عرض ادب و احترام خدمت یکان حاضران ارجمند، فریختگان نازک دل بزرگسر. البته که مهرسای عزیزمون خب فکر می‌کنم 2 سالی هست ما رو در این مجالس همراهی میکنه و زینت بخش مجالس و محافل ماست، داریم مقوله های مختلفی که داریم بهش میپردازیم و البته که مهرسا تمام توانش بر بحث ادبیاته، اما اینکه حالا ما چگونه است که هر بار مهرسا قصد داره که شعرخوانی بکنه و از این گنجینه عظیم ادب پارسی بالاخره گلچینی برای ما برمهان بیاره، ما هم استقبال میکنیم، یک دلیل واضح و مشخص داره و اونم اینه که اگر سلسله جلسات سخنرانی های ذیل مکتب باز باید زیست حتما و قطعا داره به جهان حکمت و فکرت میپردازه و در واقع تلاشش همواره بر اینه که فلسفه ورزی بکنه، اما بی ادب، بی شعر، بی سخن ناب قطعا قابلیت انتقال و تحقق نخواهد داشت. مهرسا به شدت روی ادبیات کهن کار میکرد، البته یه ذره بزرگ شده، خجالتی شده، یعنی این طبیعی است، چون داره یواش یواش از اون مرتبه آگاهی وارد مرتبه خودآگاهی میشه که حالا توضیح خواهم داد. خود این مراحل شناخت در فهم ما نسبت به جهان به شدت ما رو درگیر تغییرات و دگرگونی‌های وسیع و عمیقی میکنه. یک کودک ابتدا صرفاً آگاهی دارد بر اساس همون حواس انسانی، آن چیزی که از محیط میبیند، میشنود، لمس میکند، میچشد و هر اون چیزی که توسط حواس پنجگانه در او شکل میگیره. اما به محض اینکه ما قدری به بلوغ فکریمون نزدیکتر میشویم درگیر مرحله 2 شناخت و معرفت میشویم، یعنی مسئله خودآگاهی. مهرسا چون خیلی زود درگیر جریان زبان و ادب شده، به حمدالله و المنت بتی لشکر شکن دارم، یعنی تبدیل شده به کسی که خیلی زودتر از موعد درگیر مسئله خودآگاهی شده و من الان رفتار و سکنات و گفتارش رو که دیدم متوجه این حالات و حوادث شدم. این پلی هم که زده از ادبیات کهن، چون بالاخره فردوسی خوانی میکرد، شاهنامه میخواند و مثنوی معنوی میخواند و امثال و محافظ و از شعر کهن و عروضی و ادبیات قدیم ما الان کوچ کرده به ادبیات نو و به شعر نو، به نوعی در واقع التفاتش به شخص بنده بوده. به همین دلیل من همیشه ممنوندارشم، خودم رو مدیونش میدونم و باز هم مهرسا رو تشویق بفرمایید. وقتی داشت شعر قاصدک رو میخوند یه لحظه احساس کردم شاید این شعر برای یک کودک نباشد واقعا، چون مانده خاکستر گرمی جایی، در اجاقی طمع شعله نمیبندم، خردک شرری هست هنوز قاصدک، ابرهای همه عالم در دلم میگیرند. خب این حرفا یه خورده شاید واقعا احساس بکنیم که زوده، ولی نه، اصلا زود نیست، اصلا زود نیست. یعنی اتفاقا چیزی که داریم اینجا میشنویم و با اون صورتهای ظاهر جدی زبان و بیان مواجه میشیم دقیقا رسیدن به اون لحظاتی است، به اون ناب لحظاتی است، به اون آناتی است که ما عریان با اون چه که بهش میگیم معرفت و حقیقت باید مواجه بشیم. در همین شعر کتیبه‌ای که مهرسا حالا بخشش رو برای ما خواند، اخوان ثالث داره تلاشش رو نسبت به فهمیدن حقیقت مطرح میکنه، اما در نهایت شعر ما رو به این نقطه میرسونه که روی اون تخت سنگ وقتی با کلی بدبختی برش گردوندیم چیزی ننوشته بود جز همان چیزی که آن روی تخت سنگ بود. کسی راز مرا داند
که از این رو به آن رویم بگرداند. یعنی تخت سنگ فرقی نمیکنه، از هر طرف که برش گردونیم انگار مجدد میخواد به ما همون حرف رو بزنه و انگار این مسئله پرسش و اهمیت پرسیدن همواره از جواب مهمتره. یعنی در کل تاریخ فلسفه و اندیشه یادمون نره که فیلسوف، که حکیم، اون چیزی که همیشه براش اهمیت داشته مسئله سوال بوده است، نه جواب. بعد از ماجرای جنگ 12 روزه، جنگ منحوس 12 روزه که اگرچه میزان تخریبش به لحاظ بمب و موشک و امثالهم شاید اونقدر که باید مثل بسیاری از جنگ‌هایی که میشناسیم نمایان نبود و عیان نبود و ما خیلی تصویر آنچنانی که از جنگ در رسانه‌ها در ذهنمون شکل گرفته بود یا بزرگترهایی که تصویری از جنگ در زمان جنگ 8 ساله داشتن به وقوع نپیوست و پیدا نکرد اون شکل لازم رو. اما اتفاقی که به وجود آورد این بود که ما با همه دل در واقع نگرانی هایی که از این سرزمین داشتیم پیش از این جنگ، در ماجرای وقوع این جنگ کوتاه در واقع احساس کردیم که همه اون دلنگرانی ها و همه اون اضطراب ها و همه اون تشویش ها کاملا درست بود و ما اون چه که نباید رو در واقع به شکل باید دیدیم و اون چه که قرار نبود به سرمون بیاد بالاخره به سرمون آمد. خب یک فضای سنگینی به لحاظ روانی در جامعه ما شکل گرفت. به شدت هم رسانه ها داشتن به این موضوع میپرداختن، یعنی رسانه های جهانی پوششی که به این جنگ داده بودن انقدر گسترده تر از خود جنگ بود که ما هم که در عصری زندگی میکنیم که هژمونی رسانه بر ما حاکمه و مسلطه، تقریبا جنگ رو از رسانه پیگیری میکردیم و متوجهش میشدیم، با اینکه خودمون در مرکز جنگ قرار داشتیم. رسانه ها تا جایی پیش رفتن که یواش یواش ما واقعا داشتیم احساس میکردیم که احتمالاً ما برسیم به نقطه‌ای که اشغال ایران مجدد توسط بیگانگان اتفاق بیفته، اونها وارد خاک ما بشن، ما شاید مثلا آوارگان کشورهای دیگه، مثل همین آوارگان سوری یا سرزمین‌های دیگری که در رسانه‌ها دیده بودیم و خودمون هرگز از نزدیک شاید باش برخورد نکرده بودیم، تبدیل به چنین افرادی بشیم. تمام اون چی که ساختیم، آرزوهامون، همه در واقع مقاصدمون از بین بره، هر چی که جمع کردیم نابود بشه و به هر حال این ماجرا اما روز 12 با یک آتشبسی که به هیچ وجه قابلیت پیشبینی هم نداشت در یک طرفة العینی به پایان رسید و بعد ما از فردای اون روز اگرچه شاید قدری خوشحال شدیم از اینکه جنگ تمام شده، اما هیچ کدوممون باور نکردیم که جنگ تمام شده. حالا این جنگ کجا هست؟ یعنی من به لحاظ سیاسی و اجتماعی اصلا نمیخوام واردش بشم، اما همه ما در دلمون احساس این جنگ رو به تعبیری و به تعویلی داریم، حتی تا جایی که تقریبا بازار اقتصاد ما داره این رو نشون میده که هیچ چیزی سر جای قبلیش بر نگشته. عملا بازار انگار همواره منتظر حادثه دیگری از جنگ هست. به همین دلیل حداقلش اینه که هر کسی که مثلا یک نقدینگی داره سعی میکنه همون رو حفظ بکنه تا ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد. هستن کسانی که اما سعی میکنن جلوتر نگاه بکنن، آینده نگرتر باشن و حتی به این فکر میکنن که اگر هم جنگ بشه بالاخره جنگ روزی تمام میشود، پس ما باید به کارمون بپردازیم. من خیلی کاری به هیچ کدوم از این دو دسته ندارم، چون کسانی که منتظرن ببینن چه میشود و هنوز اضطراب جنگ در اونها وجود داره، چه کسانی که نه سعی میکنن آینده نگر باشن و به نوعی استراتژیک فکر بکنن حالا و بیان بگن که آقا بالاخره زندگی در جریانه. کار به این دارم که روزی که این اتفاق افتاد و من داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه چیزی رو باید عرضه کرد در چنین شرایطی، احساس کردم باید در همین مکتب باز باید زیست ذیل مقوله لوگوپاتی بیام از یک فرایندی حرف بزنم و از یک اصلی حرف بزنم به نام نیایش کلمات یا واژگان، از تشویش تا طمأنینه. حالا این که اساساً این فکر از کجا به ذهن من خطور کرد و این تبادر فکری از کجا به وجود اومد، فکر میکنم آغاز خوبی باشد برای ورود به بحثمون. مثلا مدخل ما میتواند از همین جا باشد. چه میشود که به طور مثال
من حسینیان اساساً به لوگوپاتی میپردازم و از اون لحظه هم که به لوگوپاتی حداقل به شکل رسمی و عینی بهش عینیت بخشیدم اینجا ازش حرف زدم، تلاش میکنم که حالا هرچی هم بگم بیام در خدمت این لوگوپاتی معنا بکنم. خب لوگوپاتی رو فارسی شدهش رو اگه بخوایم بگیم چیه واقعیت، اگه بخوایم معناش بکنیم چیه؟ ببین لوگوپاتی توضیح کلیش اینه، یکی از ویژگی‌های مهمی که دارد اینه که میگه من به وسیله لوگوس، قبلا توضیح دادم در جلسات قبلی، یعنی در سخنرانی لوگوپاتی هنر بازسازی سرنوشت و در سخنرانی آیین مواجهه با خویش از تکرار تا تولدی دوباره، سعی کردم خیلی مفصل و مطول بر اساس بضاعت زمانی و مضیقه وقتی که در اختیار داشتم به توضیح این مقوله بپردازم. اما در اون دو سخنرانی تلاشم این بود که لوگوس رو براتون ابتدا معنا بکنم. در واقع ما در لوگوپاتی یکی از کارهای مهمی که قرار بکنیم اینه که لوگوس ما، یعنی عقل و زبان ما به تعبیری، کمک بکنه به مدیریت و تنظیم پاتوس ما، و پاتوس رو ما اینجا فعلا احساسات فرض میکنیم، چیزی بیشتر از احساسات نمیگیریم، عواطف فرض میکنیم، تخیلات فرض میکنیم، آن چیزهایی که مفروضات ما میشود. پس در واقع عقل ما با کمک زبان ما قرار هست کمک بکنه به تنظیم هیجانات، عواطف، احساسات و به طور کلی آن چیزی که بهش میگیم مفروضات ذهنی ما. اگر بخوایم این رو خلاصه بکنیم در یک اصطلاح فارسی، لوگوپاتی رو معادل بکنیم به زبان اندیشیده، یعنی زبانی که اندیشیده شده است، و یا عقلی که زبان میسازد، عقل زبان ساز. خب من یک سوالی دارم، آیا ما انسان ها مگر غیر از این قرار بوده باشیم؟ آیا مسئله زبان ما، مسئله گفتار ما مگر غیر از این بوده که ما قرار بوده با اندیشمون به این زبان نائل بشیم؟ چون اون چیزی که به ما یاد دادن گفتن انسان حیوان ناطق است. این حیوانی که ناطق است یعنی چیه؟ یعنی شعورمنده، یعنی تحلیل میکنه، درک میکنه، بررسی میکنه، عقلش حالا برای معرفی آنچه که فهمیده از زبان و از کلمات استفاده میکنه. بله علی القاعده باید این باشد، اما چیزی که ما داریم میبینیم مثلا در جامعه خودمون تقریبا غیر از اینه. یعنی ما معمولا با زبان اندیشیده برخورد و مواجهه جدی نداریم، نمیبینیمش و به نوعی کیمیاست. چرا کیمیاست؟ چون معمولا ما آدم ها هم در بحث های شناختی دچار مشکل هستیم. به طور مثال نگاه بکنید، ما در روانشناسی هیجانی عقلانی یا عقلانی هیجانی یک تعبیر دقیقی داریم در این نوع روانشناسی. میگه چی در این نوع روانشناسی؟ میگه لطف کن مثلا باورها، عقاید و فهم آدمها رو مورد بررسی قرار بده، نه خود اونها رو به صورت مطلق. یادتون باشه روانشناسا مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش می اومدن تو تلویزیون بر اساس حرفای همین نظرات روانشناسان هیجانی عقلانی که در امریکا و در ایالات متحده خیلی هم توسعه پیدا کرده بود، مثلا میگفتن وقتی داری با بچت حرف میزنی، بچت کار زشتی انجام داده، او رو به صورت کامل فرد گناهکاری قلمداد نکن. مثلا بهش نگو تو بچه بدی هستی، تو بچه بیادبی هستی، تو بهش بگو که این کاری که کردی کار بدی بوده است، این حرفی که زدی حرف بیادبانه‌ای بوده است. این چیزی بود که سعی می‌کردن با یه سری گزاره‌ها برای ما جا بندازن، یعنی سعی شده بود که از زبان استفاده بشه برای این حادثه. اما تو جامعه من هنوز که هنوزه به شدت ما درگیر همین مرحله ابتدایی هستیم. یعنی ما اساساً هنوز نمیتونیم خیلی ساده رفتار یک آدم، قول یک آدم، گفتار یک آدم رو با خود اون آدم مجزا ببینیم. نمیتونیم این کارو بکنیم. پس چی کار میکنیم؟ بر اساس مثلا رویکردهای شناختی یا همون اثر حاله‌ای که خیلی از روانشناسان مطرح میکنن، داریم تلاش میکنیم بر اساس یک اسناد درونی کلیت او رو در واقع شامل بکنیم، تأمین بدیم. مثلا میگیم فلانی آدم بدیه، فلانی آدم شیادیه، فلانی کلاهبرداره، فلانی آدم حسابی نیست، فلانی. چرا اینو میگیم؟ چون مثلا همون فلانی توی موقعیتی یه حرفی زده،
یه کاری انجام داده که اون حرف یا اون کار به ضرر من تموم شده. در این لحظه من کل شخصیت او رو سعی میکنم زیر سوال ببرم. میگیم چرا داریم این کارو میکنیم؟ یکی از دلایل رویکرد شناختیه. یعنی ما به دلایل شناختی خیلی سریع، چون ذهن ما دوست نداره یا مغز ما دوست نداره انرژی زیادی اصطلاحاً صرف بکنه یا خرج بکنه، تلاش میکنه یک کل رو در نظر بگیره، خلاص بکنه و خیال خودش رو هم راحت بکنه. در مورد خودمون هم به اسناد بیرونی میپردازیم. یعنی به محض اینکه من حالا دچار مشکل میشم در موقعیتی، این رو به بیرون از خودم ربط میدم، به دیگری و به محیط و به شرایط و به شانس و به اقبال و هزاران امر مختلفی که من و تو رو درگیر خودش کرد. حتی میتونه دلایل تکاملی هم داشته باشه. ای بسا شاید مثلا میگن ما به دلیل اینکه مغزمون به شدت برای اینکه از ما محافظت بکنه ترجیح میده خیلی سریع نتیجه گیری بکنه و خودی و غیر خودی رو، خودی و بی خودی رو از همدیگه تفکیک بکنه برای اینکه دوچار مسئله نشه، مثل اون اجدادمون، نیاکانمون تلاش میکنه بگه آقا فلانی این در واقع بیگانه است، این اصلا خودی نیست، این محرم نیست، این آدم حسابی نیست، ماها اینطوریم ولی اون اونطوریه. علت خیلی از غیبت‌های خانوادگی و فامیلی و نمیدونم یه گروه میشن باند میشین فلانی رو از خانواده حذف میکنیم و از مهمونی‌ها و بعد نمیدونم توی حتی محل کارمون هم از این کارا میکنیم، در واقع علتش اینه مغز ما، بعضی از دانشمندان میگن داره کاملا تکاملی عمل میکنه. یه عامل سوم هم وجود داره، عامل اجتماعیه، که مثلا در جوامعی که به قول حالا این دانشمندان و جامعه شناسان خیلی ایدئولوژیک برخورد شده با ماجرا و مسائل، ما با یک باورهای قطعی طرف هستیم. چون این باورها وجود دارد، هر کسی که غیر از این باور فکر بکنه و حرف بزنه، این هم سریع یک آدم خطرناک محسوب می شود و کل این آدم زیر سوال می رود. ما همین الان در جامعهمون، من همیشه میگم دیگه، همواره درگیر تعصب هستیم، فرقی نمیکنه چه در لباس متقدم چه در لباس متجدد. یعنی من حسینیان الان ریش بذارم و همین الان یقه‌ام بستم یه ریش کامل بذارم دیگه مشکل حله، و بعد حالا یه جای مهری هم مثلا داشته باشم اینجا، من متعصبانه برخورد میکنم. اگر همین حسینیان کرواتم بزنه و در واقع یک چهره کاملا امروزی هم به خودش بگیره، باز نسبت به اون نظراتی که دارم و باورهایی که دارم مجدد متعصبانه عمل میکنم. یعنی من حالا توی شبکه‌های اجتماعی، ببخشید یه ذره دور تند گذاشتم چون باید برسم به حق مطلب رو ادا بکنم، چون واقعیت اینه که این موضوعی است که نمیگم موضوعات دیگه اینطور نبوده، ولی این موضوع دیگه واقعا دریای بیکرانی است. یعنی ما وقتی در مورد خود واژگان و سهمشون در زندگیمون میخوایم حرف بزنیم، شاید باید تمام موضوعات و در ساحات مختلف زندگیمون رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین دلیله که یه ذره این ابتداش رو دور تند گذاشتم. ما در بحث‌های در واقع باوری دچار تعصب هستیم. من شبکه‌های اجتماعی رو که به طور مثال میام رصد میکنم و بررسی میکنم، خیلی سریع همواره نسبت به یک نظری، گزاره‌ای، یک دو شاخه‌ای به وجود میاد که این دو شاخه دو قطب میشوند، موازی، هرگز هم به هم نمیرسن و کمتر پیش میاد. اونا نوادرن دیگه که در اون جمع مثلا سعی بکنم یک نظر دیگری داشته باشم. تازه از اینجا به بعد هم ممکنه که من متهم بشم به بعضی چیزهایی که اصلا برام ناخوشایند باشه. پس در نهایت من هم شاید ترجیح بدم یا به این ور یا به اون ور بالاخره قش کنم. دیدید مثلا روشنفکران ما و اونایی که آدم حسابی ترند و سعی میکنن واقعا خیلی عادلانه و منصفانه حرف بزنن، مثلا میگم ببینید اشکالاتی وجود داره، نگاه کنید، من هم ناراضیم، این سیستم مدیریتی که وجود داره از نظر من هم غلطه، ولی ما باید وطن پرست باشیم، باید ابتدا نگاهمون این باشه که چیزی به نفع مردم و کشور ما تمام میشود. این هم متهم میشود به وسط بازی. یعنی این آدم هم بعد از اینکه حرفاشو میشنون میگن آقا اینا وسط بازیه، تو تکلیف نداری، تو هم از توبره میخوای بخوری هم از آخر و خیلی حرفای دیگری که منتسب به این فرد میشود. ما دقیقاً به لحاظ در واقع شناختی، تکاملی و اجتماعی در جامعهمون درگیر این موضوع هستیم. یه اتفاق بدتری هم برامون افتاده. جامعه ایرانی توی بحث جامعه شناسی، یا بهتر بگم دقیق‌تر بگم روانشناسی اجتماعی، چون حالا یه خورده بیرون از خود مسئله جامعه است، از روان هم باید استفاده بکنه. در روانشناسی اجتماعی ما یک پدیده هم داریم به نام کرختی اجتماعی. ما درگیر این موضوع هم شدیم.
حالا اون مطالعاتی که سلیگمن مطرح میکنه و انجام میده خیلی دقیقه که وقتی یک موجود زنده بارها و بارها با یک مشکلی مواجه میشه که از پس حل آن مشکل بر نمیاد، از یک جایی بعد منفعل میشه، تسلیم میشه، دیگه انگار براش فرقی نمیکنه. جامعه ما هم به خاطر این تشویش دائمی که درش شکل گرفته و وجود دارد، ما دوچار این مسئله شدیم. از همه بدتر بمباران رسانه و خبر هم هست. خب وقتی بمباران خبری ما میشویم، دیگه چه خبری اهمیت داره واقعا؟ یک سوال مهم وجود داره، اونم از این دست دیگه. همین الان مثلا ما اولین باری که من بچه بودم گفتن فلانی نمیدونم چند میلیارد اختلاس کرده بود اون آقای بنده خدا، آره 123 میلیارد گفتن که اختلاس کرده. خلاصه مو به تن ما سیخ شده بود و همه مردم ریخته بودن به هم و یک اضطراب اجتماعی شکل گرفته بود. اما الان الحمدلله هر عددی میگن دیگه هیچ اهمیتی ندارد. یعنی ما فقط میگیم نگاه کن، یه فوشی میدیم میریم دنبال زندگیمون. یعنی در واقع هیچ گونه کنشگری حتی در درون ما شکل نمیگیره نسبت به این ماجرا. چرا؟ چون به قول اخوان ثالث نادری پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود. یعنی خیلی از ماها توی این فاز از ماجرا هستیم، توی این سطح از ماجرای فکری و ذهنیمون هستیم که اصلا درست بشو که نیست، همینی که هست. اگرم قراره یه روزی اتفاق بیفته باید یه چیزی بیاد بزنه همه چیزو داغون بکنه. حالا شاید بعدش اونایی که زنده موندن دو سر از این ماجرا سالم به در بردند بتونن بیان به ماجرا بپردازند و حل مشکل بکنن. اینا رو گفتم برای اینکه متوجه بشید وضعمون هم چیه. حالا تقریبا خواستم با یک مقدمه هم کوتاه هم تند بگم که آقا این چیزی که امروز ما داریم در مورد جامعه ایرانی حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد یک جامعه به شدت مضطرب، مشوش، منفعل حرف میزنیم. جامعه‌ای که وقتی میخوای بگی آقا باید بیاین کار بکنیم، خیلی سریع موضع ما مشخصه. کدوم کار؟ وقتی میگیم باید بیاین بهبود ببخشیم، نمیذارن. جواب مشخصه، یه پیش‌فرض‌های ثابتی داریم. وقتی میایم میگیم آقا مثلا تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید، نمیدونم تو چراغ خود برافروز، میگه آقا ولمون کن، شعار نده. و هر چیزی از این نوع رو اگر من بیام ارائه بکنم پاسخهای معین و مشخصی دارم. اینجاست که من لوگوپات به شدت متوجه یک حادثه ای میشوم. گره زبانی، زبان محدود شده، قفل شده و کار تمامه. کار تمامه. یعنی به قول روسو میگه وقتی اندیشه من نتونه میدان خودش رو باز بکنه، یواش یواش میله های این زندان اندیشه چنان ضخیم و قطور میشه که من هرگز دیگه بیرون اون زندان رو نمیتونم ببینم. این مسئله مهم نیست. و جامعه‌ای که دائما دیگه درگیر دروغ شده، درگیر کذب شده، حتی دیگه حقیقت رو نمیتونه ببینه. داستایوفسکی خیلی خوشگل میگه اون کسی که دروغ میگوید، دروغ رو باور هم میکند، حتی به حقیقت خودش هم دیگه راه پیدا نمیکنه. جالب این نویسندگان روس و مجار و امثالهم، اینا به این دلیل که سالیان درازی زیر سلطه استبداد و به تعبیری، حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم، به فرایند مهندسی شده استبداد و خفقان در چنین شرایطی زندگی کردن، معمولاً بزرگترین فریادشون مسئله کذب و دروغ. یعنی اینا از دروغ متنفرن. به همین دلیله که مثلا آثار بزرگان و نویسندگان و ادبای روس رو که مطالعه میکنید، یه خطی خیلی از آثار همینه که وقتی تو حتی نمیتونی با خودت صادق باشی. خب وقتی این اتفاق میفته، من در واقع حجاب هم انقدر زیاد میشه که دیگه اصلا به حقیقت راه پیدا نمیکنم. اینجا رو داشته باشید، وضعمون رو فهمیدیم، تقریبا هم خودمون میدونیم در چه شرایطی هستیم. مخصوصا این بحران در طبقه متوسط رو به بالا افزایش هم پیدا کرده، چون ما توانمند هم هستیم. یعنی خودش دیگه یکی از بزرگترین معضلات ماست. یعنی دیگه یه سوگواری بزرگی برای ما برمهان آورده متاسفانه. به قول یکی از این متفکرین، یادم نیست کی میگه این جمله رو، یکی از این متفکران بزرگ هم هست، میگه شاید بزرگترین درد یک انسان این باشه که اون چی که میتونه انجام بده رو نتونه انجام بده، اون قابلیتی که داره رو نتونه به انجام برسونه.
خب راست میگه. تقریبا در طبقه متوسط رو به بالا، همین کسانی که مخاطبین من هستن در مکتب باید زیست، همین حادثه رقم خورده. از اینجا به بعد خیلی از ماها درگیر یک بیخیالی، یک اهمال، یک شاید حتی کاهلی و حتی در مراتب بالاتر تنبلی شدیم. چون از اون طرف هم با یه سری بهونه ها خودمون رو راضی میکنیم. مثلا میگیم دیگه انرژی نداریم، دیگه کافیه، دیگه ما هرچی بلد بودیم انجام دادیم، دیگه من آدم سابق نیستم، دیگه من حوصله‌شم ندارم. یواش یواش با همین حرفا، با همین گزاره ها عملا داریم لوگوپاتی رو دور میزنیم. یعنی با لوگوس مواجه اساسا نیستیم، منطق زبانی هم وجود ندارد، هیچ استدلالی هم پشت این حرفا نیست. میرسیم به نقطه‌ای که همه چیز تمام میشود. حالا منم و یک زندگی که اساسا نمیدونم زندم یا مردم و فقط هستم و دارم ادامه میدم. اینجا میخوام شما رو ارجاع بدم به شروع ماجرا. شروع ماجرا کجاست؟ اونجایی است که اساسا این نیایش واژگان و کلمات از کجا آمده است. عرض میکنم که تمام متفکرین، تمام علما، تمام دانشمندان به محض اینکه خواستن صدور بکنن رأیی رو، نظری رو در مورد چیزی حرف بزنن، اینو دقت کنید، چاره‌ای نداشتن که بیان از ابزار زبان استفاده بکنن. تا اینجا که درست. ما انسان‌ها در همون مخمسه لوگوسنتریکی که در یکی از جلسات سخنرانی لوگوپاتی بهش پرداختم قرار گرفتیم. این مضیقه لوگوسنتریک یه معنایی هم داره. میگه تو وقتی به یه چیزی میپردازی مجبوری با همون انگاره ها و پنداره های زبانیت به اون چیز بپردازی. به محض اینکه اتفاق میفته تو وارد یک مخمسه ای شدی. پس تو فکر نکن که میتونی به سادگی وارد آزادی اندیشه بشی و اندیشه رو معنا بکنی. و مسئله اندیشه ورزی خودش یک معضل بسیار بزرگی شده. همین الان ما یه معضلی که داریم خود تفکر کردنه. یعنی ما واقعا نمیدونیم باید چگونه تفکر بکنیم. مشکل داریم. اصلا تفکر باید چگونه باشه؟ اصلا چی درسته چی غلطه؟ من از کجا بدونم این چیزی که من الان درک کردم صحیحه؟ اصلا چقدر حتی سطحش کاهش پیدا کرده، نازل شده، اومده حتی در ریزترین تصمیمات ما داره خودش رو نشون میده. من دارم امروز جامعه‌مو که رصد میکنم، جامعه من یک جامعه به شدت مردد به صورت کامل. یعنی ما در تصمیم گیری های بسیار کوچک زندگیمون درگیر مسئله تردید هستیم. چرا؟ چون اون مخمسه لوگوسنتریک دیگه برای ماها دیگه مضیقش خیلی تعیین شده. دیگه ما رو به یک جایی رسونده که دیگه حتی ساده ترین چیزها رو نمیتونیم از هم تشخیص بدیم. گفت من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم. این حرفه دیگه اصلا رسیده به یه نقطه‌ای که من حتی احساس میکنم اعتماد کردن دیگه اساسا معنا نداره. من حتی فکر میکنم دیگه صداقت داشتن دیگه معنا نداره. من حتی فکر میکنم باید برای نزدیکترین کسانم هم نقش بازی بکنم. اصلا اینکه من دوست دارم، این دوستی هم حتی در مزان اتهامه. اصلا دوست چیه؟ دوستی چیه؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ ببین در چنین شرایطی قرار گرفت. عزیزان من، تمام دانشمندان و حکما و علما وقتی به چیزی میرسیدن، میخواستن ازش حرف بزنن، میرفتن سراغ زبان. اما یک جریگه‌ای ما داریم. این جریگه بسیار مهمی است. من اولا این رویکرد تاریخی رو بهتون بگم. ما قبل از تولد عقل در میان بشر، اینو دقت بفرمایید، منظورم از عقل لفظ دقیق همیشمه، خرد. عقل رو که داریم، خرد. قبل از تولد خرد در واقع، یا همون عقل فعال، عقل سلیم، بشر درگیر این چند تا امر بود. یا ماجراها رو دینی نگاه میکرد، یا اسطوره‌ای نگاه میکرد، یا جادویی نگاه میکرد، یا شهودی اصطلاحاً. درست شد؟ چی شد؟ یعنی مثلا من انسان قدیم، حالا اینی که دارم میگم البته متاسفانه هنوز هم حاکم در بین انسان جدید. من انسان قدیم یا بر اساس اصل مرجعیت عمل میکردم، دینی. یعنی فلانی گفته است این درست و آن غلطه. حالا فلانی چرا اینو گفته؟ کی اینو گفته؟ به چه دلیل این رو گفته؟ اون کسی که از فلانی داره نقل قول میکنه چقدر آدم ثقه‌ایه به تعبیری، اساسا موثق معتبره که من قبول کنم که فلانی این رو گفته. اینا دیگه اهمیت نداره.
اصل مرجعیت. آقا این درست و آن غلط. این میشود رویکرد دینی که به شدت حاکم بوده و وقتی رویکرد دینی میگم لطف کنید خلطش نکنید با رویکرد ایمانی. ایمان با دین متفاوته. این دوتا رو با هم جدا کنید. رویکرد دومی که در بین بشر حاکم بوده رویکرد اسطوره‌ای بوده است. اینم یه خطیشو بگم چیه. ما آدم‌ها چون ضعیف بودیم، عاجز بودیم، اومدیم یه کار مهم کردیم تو ذهنمون. در واقع اسطوره‌هایی ساختیم که اونها مثل ما عاجز نبودند. کجا؟ تو ذهنمون، تو داستان‌هامون. فلانی مثلا میتونسته کوه جابجا کنه. اون یکی میتونسته تنهایی یک لشکر رو نابود بکنه. چرا اینا اصلا شکل میگرفته؟ چون من انقدر در زحمت بودم، انقدر در رنج بودم. فلان راهزنها یه دسته لاابالی عیاشی خیلی راحت شب صبح به روستای من، به ولایت من حمله میکردن، تمام اموال ما رو میبردن، زنها و بچهای ما رو به اسارت میگرفتن و من هیچ کاری از دستم ساخته نبود. اینجا بود که در مقابل این ضعف و عجز من میومدم برای خودم اسطوره میساختم. همین کاری که الان هم ما میکنیم. مثلا تو ذهنمون یا از خودمون یه چیزی میسازیم که دوست داشتیم اون باشیم، ولی چون خودمون نیستیم این رو نسبت میدیم به کس یا کسان دیگری. همون حادثه‌ای که ما حتی در مورد شخصیت‌ها و اولیاء دینی هم آوردیم، این بر سر اونها این شخصیت رو آوردیم. مثلا علی ابن ابی طالب این در واقع درهای خیبر رو کند، خودش تنهایی کند، اینها رو روی دوشش گذاشت و سپاه اسلام از روی این درها گذر کرد با اسب و اینا، علیق و اینا رفتن وارد قلعه شد و قلعه فتح شد. خب نه، علی تاریخش اینه که این فرمانده اون جنگ شده در یک ساعتی از جنگ که خیلی جنگ در واقع بحرانی شده و سپاه اسلام داشته شکست میخورده. اونجا با تدبیر، با هوشمندی، با ترفند، با هر روشی که بالاخره بلد بوده و حتما شجاعت و جسارت کاری کرده که سپاه راه پیدا بکنه و بتونه وارد قلعه بشود. این تعبیری که تو ساختی چیه الان؟ خب این نگاه اسطوره‌ایه. این نگاهی است که حاکمه هنوز هم در بین آماده باشه. نگاه سوم چیه؟ عرض کردم نگاه جادوییه. ما همیشه در یکی از سخنرانی‌ها توضیح دادم، همیشه احساس می‌کردیم یه چیزی وجود دارد که اون چیز می‌تواند در واقع یک مسئله رو حل بکنه، به سادگی هم حل بکنه. ما همین الان تو فرهنگ خودمون هم داریم. قبلا در یکی از سخنرانی‌ها کامل توضیح دادم. مثلا ما میایم سبزه گره میزنیم. این در واقع جادوه. حالا الان برای ما شده صرفاً یک سنت. الان دیگه اون باور قدیمی رو ندارد. یا مثلا ما به نحوست و به سعد و نحس اعتقاد داریم. آقا مثلا فلان روز نحس، فلان ساعت سعده. اینا در واقع ما رو برده به سمت جادو. یه چیزهایی رو ما برای خودمون معنا کردیم که میتونه خیلی راحت، استاد بیجوری، خیلی راحت مسئله رو حل بکنه. ما بهش میگیم رویکرد جادویی که هنوز هم حاکمه. اینم تا اینجا. رویکرد آخر چیه؟ شهودیه. یعنی چی؟ یعنی من آدمیزاد خیلی از لحظات احساساتی بهم دست داده که یواش یواش هم دیدم یک اشتراکاتی تو این احساسات هم وجود داره. مثلا میگم من الان وقتی دلهره گرفتم بعدش یک اتفاقی افتاده. اگه 2 بار دیگه هم این اتفاق بیفته، 3 بار دیگه هم بیفته، من دیگه یقین میکنم که من میفهمم این یه واقعیته، این مثلا وجود داره. بعضی از خانوما مثلا شروع میکنن زنگ زدن به همسرشون، به شوهرشون، بعد مثلا برمیگره میگه چی شده؟ کجایی؟ چیکار میکنی؟ فلان. میگه اصلا چی شده؟ میگه من میفهمم، تو الان اونجا نیستی، من خبر دارم. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه من حسم بهم دروغ نمیگه عزیزم. آره. خب این خانم احتمالاً یه 2 بار 3 بار این حسش نشون داده بهش که اینطوری شده، دیگه در واقع قید اون مواقعی که این حسش غلط بوده یا عکسش بوده هم دیگه میزنه. فقط دیگه استنادش به اون شهودشه. در واقع حالا من البته سطحی ترین لحظه شهود رو مطرح کردم، ولی این در تاریخ بشر وجود داشته تا لحظه‌ای که عزیزان من عقل به معنای خرد متولد میشه. زمانش خیلی دیر نیست، طولانی نیست، از ما خیلی واقعا فاصله نداره. نهایت همین 3000 سال پیشه. نهایت. حالا من میگم 3000 سال در این ازمنه بزرگ در واقع تاریخ بشر، در این زمانهای طولانی تاریخ بشر چیزی نیست واقعا. مثلا 3000 سال در مقابل 30,000 سال، در مقابل 50,000 سال واقعا چیزی نیست. ولی
یه 3000 ساله یه سری آدمونم، اینو دقت بفرم، یه سری یه اقلیتی که همیشه هم باباشونو در آوردن مردم، بیچارهشون کردن. به قول حبیب بند توی بندباز جمله قشنگی داره، میگه میدونی سقراطو چرا کشتن؟ میگه نه. میگه برای اینکه فقط رفت از مردم اون کاری که یه عمر داشتن انجام میدادن و پرسید داری چیکار میکنی و به این کاری که یه عمر داری انجام میدی تا حالا فکر کردی؟ خب به همین دلیل کشتنش. راست میگه. یعنی این طبقه‌ای که من دارم ازش حرف میزنم اولا اقلیتن در طول همین 3000 سال و از همه مهمتر این که نتونستن واقعا این اندیشه ها رو اونطور که باید نهادینه بکنن در عقول بشر. در عقلهای ما خرد نهادینه نشده، تبدیل به عادت جدید ما نشده. من همیشه میگم بعضیا یه رفتارهای یه موقع انجام میدن در مقابل من که من احساس میکنم این پشتش یک نقشه جدی وجود داره. یعنی این الان با این همه تهدید و ارعاب و نمیدونم رفتارهای ناجور و زشتی که میکنه این چیده، این وگرنه مگه میشه یه آدمی همینجوری؟ ولی بعد مدتی متوجه میشم بله همینجوری. یعنی این دقیقا معناش اینه که هیچ بهره ای از خرد و عقلانیت به معنای عقل سلیم و فعال نبرده است. بشر حدود 3000 سال پیش شروع کرد پرسیدن. یه سری آدم حسابی، مثلا آقای تالس اومد گفتش که آقا زلزله که میاد اینو ربط ندید به قهر خدایان. من دیدم مثلا وقتی زلزله میاد مسیر آب تغییر میکنه قبلش. حالا بعدتر این نظریه غلط در اومد، ولی اون روز تالس داشت تلاش میکرد چیکار بکنه؟ با یک دلیل طبیعی و علمی پاسخ بدهد به اینکه چرا زلزله میآید. یا فیثاغورس همون که میشناسیدش و خیلی از مواردم مربوط به اوست، اینم آدم این شکلی بود دیگه. حتی واژه فلسفه به نوعی منسوب به اوه دیگه، چون بهش گفتن تو آدم خردمندی هستی، گفت نه من هرگز خردمند نیستم، من دوستدار خردم. واژه فیلسوفیا، فیلسوف اساسا یعنی دوستدار معرفت، دوستدار خرد، در واقع توسط او معنا شد و بعدترم کلمه مصطلح فلسفه باب شد در بین بشر. عقل 3000 ساله، خرد 3000 ساله که معنا پیدا کرده. نتونستم در افواه عمومی تبدیل بشود به یک امر رایج. همین الان تمام درگیری و بدبختی ما از چیه؟ بیخردی. تاریخ ما چیه؟ تاریخ بیخردی. تمام گرفتاری هایی که برای خودمون و 4 تا دیگه درست میکنیم ناشی از چیه؟ بیخردی. اصطلاحاً در لفظ عموم بهش میگیم بیعقلی. میگیم فلانی بیعقله. خیلی ساده. طرف ورشکست میشه، بدبخت میشه، میفته زندان، 4 سال 5 سال اونجا میمونه، زنش طلاق میگیره، بچهش آواره میشه، بعد میاد بیرون مجدد ببینه همون کارهایی که قبل از این که بره زندان رو دوباره داره انجام میده. 12 روز جنگ شد، من حسینیان به خودم گفتم من دیگه فلان کار و فلان کار و فلان کار رو نمی‌کنم، میخوام واقعا از زندگیم استفاده بکنم، معلوم نیست فردای روز زندم یا مردم. 20 روز میگذره، برمیگردی به تنظیمات قبلی کارخونه، همون آش و همون کاسه. خب اینجا یعنی این که بابا جون عقل نیست، تعارف نکنیم با هم، عقل نیست. چرا عقل نیست؟ چون زبان به معنای لوگوس کار نمیکنه. ما دائم داریم منطق رو دور میزنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به همون دلایلی که عرض کردم، یا شناختی، یا تکاملی، یا اجتماعی. خیلی ساده. یعنی یا ما برای اینکه مغزمون خیلی انرژی صرف نکنه اینجا مشکل رو حل میکنیم، سریع به جواب میرسیم، یا برای اینکه احساس خطر میکنیم میخوایم سریع نتیجه گیری بکنیم مسئله رو جواب میدیم، هی لوگوس رو، عقل رو، زبان رو دور میزنیم، یا اینم که میبینیم آقا همه دارن این کارو میکنن خب منم بکنم دیگه، چرا من نکنم؟ میشه اجتماعیش. همین اتفاقی که افتاده. به هر حال از هر طرف که بری یه دام بزرگی پهن شده برای اینکه لوگوس تو رو اسیر کنه. خیلی مشخص. پس اگر در کشورهای پیشرفته این سیستم آموزشی رو مبتنی بر منطق و استدلال میکنند و تلاش میکنند که بچه ها از ابتدا با استدلال و منطق مواجه بشن، حق دارن. میخوان کاری بکنن که جامعه به سادگی درگیر این دام ها نشه، چون همیشه هم سوء استفاده از این ذهنهای ساده ما مردم تا دلت بخواد زیاده. یعنی یه آدمی که خیلی ساده با یک معادله، با یک فرآیندسازی کوچولو میاد جیب همه ما رو خالی میکنه بدون هیچ مشکلی. ما هم خیلی سریع درگیرش میشیم.
یعنی فقط کافیه رسانه ها بپردازن به اینکه پولی وجود دارد به نام پول الکترونیکی، پول مجازی، خیلی ساده، رمز ارز، این پول وجود دارد، ما هم باور میکنیم که وجود دارد. من نمیدونم وجود دارد یا ندارد، چون واقعا نمیفهمم چیه. اگه واقعا یک کدومتون فهمیدید چیه و واقعا فکر میکنید وجود دارد، یه روز بیاید توضیح بدید برای ما. نمیدونیم وجود دارد، ولی رسانه میگوید وجود دارد، مردم میگویند وجود دارد، ما هم میگوییم وجود دارد و فقط کافیه که بشنویم این یکی از این رمز ارزها 10 سال پیش بوده است مثلا 1000 تومان، الان شده است 10 میلیون تومان. تمام، دیگه مسئله حل. هیچ سوالی اینجا وجود نداره جز این که من الان چی کار کنم. تو رو قرآن یکی من راهنمایی کنه برم پولامو بریزم تو رمز ارز. فقط سوال مهمم هم اینه که کدومو بخرم، همین. هیچ سوال دیگری هم غیر از این ندارم. نگاه کن، لوگوس دائما داره دور میخوره چون دامهای بزرگی براش پهن شده، چه در شناخت، چه در مسائل تکاملی، چه در اجتماع. لوگوس تو دام میفته، من از خیر لوگوس میگذرم میرم دنبال زندگی. عزیز من، تمام دانشمندان سعی کردن با زبان توضیح بدن، اما از زبانی که عقل به وجود اومد، اینا رو توضیح دادم به اینجا برسم. عقل متولد شد، یه سری آدم در این پهنه گسترده عقلانیت و خرد به وجود اومدن و جرگه های معنا شد به نام عرفا. اینجا تازه ما رسیدیم به اون نقطه که باید. وقتی میگم نیایش کلمات، اساساً واژه رو عرفا به شدت بهش میپردازن، تا جایی پیش میرن که اعتقاد دارن خدا در کلمه خودش رو به ما نشان میدهد. میگن ما هیچ راهی برای برقراری ارتباط با خدا نداریم. اینجا عالم محسوسه، آنجا عالم قدسیه، نامحسوسه. ما اگر قرار باشه خدا رو درک بکنیم و دریافت بکنیم، تنها نماینده خدا، تنها چیزی که از خدا نمایندگی میکنه واژگان و کلمات هستند. پس ما باید به راز کلمات پی ببریم. این حرفی که دارم میزنم مختص عرفان ایرانی یا اسلامی نیست. تمام عرفانهای چه قدیم چه جدید، حتی نوظهور، فرقی نمیکنه. یعنی عرفانهایی که حتی مثلا توی این 10 سال گذشته وجود اومدن، هر روز هم البته یک عرفانی شکل میگیره. من خودم همش بیم این رو دارم که خدای نکرده لوگوپاتی یک عرفان نشه، مثلا در بین بعضی از افرادی که بهش وابسته میشن اینو تبدیل نکنن دوباره به یک جریه عرفانی. ولی نکتهش اینه، عرفان بناش بر عقله. اینو دقت بفرمایید. یعنی شماهایی که خیلیاتون فکر میکنید پناه ببرم به عرفان برای اینکه با دلم، با قلبم، با احساسم بتونم نسبت بهتری پیدا بکنم، سخت در اشتباهید. و اتفاقا مسیر بیراهی عرفان هم از همینجا آغاز میشه. عارف که بود؟ عارف کسی بود که فیلسوف بود. اینو بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم. عارف کسی بود که فیلسوف بود. هیچ کدام از سرسلسله های مکاتب عرفانی تاریخ آدمهای بی سواد یا حتی کم سوادی نبودن، دانشمند بودن همشون. حالا اینکه بعدتر یه سری میان انشاء پیدا میکنند و ادعای اون مکتب رو دارند و بعد دیگه یه سری آدم خلوزن، اونا بماند. ولی اون کسی که اون مکتب رو به وجود آورده دانش داشته که تونسته این کار رو انجام بده. اما اینا به چه نتیجه‌ای میرسن در این دانش؟ به این نتیجه همیشه رسیده بودن این آدم‌های بزرگ که دانشی که ما امروز تا این لحظه بهش دست پیدا کردیم هنوز تکافو نمی‌کند، کافی نیست نیازهای ما رو، جواب نمیده سوالهای ما رو. پس ما باید یه خورده از دانش قدیم هم استفاده بکنیم و سعی بکنیم اون رو با عقلانیت امروز معنا بکنیم. مثلا نگاه بفرمایید در تاریخ عرفانی خود ما، اسمای بزرگی که شما میشناسید کیا هستن؟ ما میگیم مثلا سهروردی. سهروردی چیکار میکنه؟ سهروردی کل فلسفهش بر یک اصل نهاده شده، میگه نور. یعنی چی؟ میگه در هر کلمه‌ای، در هر واژه‌ای، در هر جمله‌ای نوری هست.
حالا نور رو میاد تقسیم میکنه، تفکیک میکنه و میگه کل جهان نوره. تو باید دائما سعی بکنی با قلبت، با باطنت، از رهگذار مسیر گفتار و کلمه و واژه اون نورها رو چکار کنی؟ درک بکنی. سهروردی با این رو کرد ما رو با این پدیده مواجه میکنه. یه بابای دیگه ای داریم میشناسیدش، خیلی آدم معروفیه، بهش میگن شیخ اکبر و امثالهم، به نام آقای محی الدین ابن عربی یا همون ابن عربی معروف اندلسی. حالا جهان اسلام دوستانی که میشناسن و میدانن نیاز به توضیح نیست، ولی اونایی که نمیدونن بدانید خب جهان خیلی گسترده ای شده بود دیگه. مثلا ما فیلسوفان مسلمان، عارفان مسلمان ممکن بود یکی در ایران باشد، یکی در آسیای میانه باشد، یکی مثلا در وسط اروپا باشد. مثلا ابن عربی اندلسی است به نوعی، یعنی کجا؟ جایی که ما بهش میگیم تقریبا اسپانیا، یه جایی که اصلا اسلام اونجا چیکار میکرده ولی بوده دیگه. و اینها در واقع کسانی هستند که از نقاط مختلف ظهور میکنن. آقای ابن عربی در کتاب بسیار معروف فتوحات مکیش به صورت مشخص میره سراغ واژگان، حتی واژگان رو با اعیان ثابته یکی میداند. اعیان ثابته چیه؟ میگه اون چیزهایی که ساده شدهش اینه، یه خطی من همیشه عادت دارم بگم اینه، میگه اون چیزهایی که در واقع عناصر وجودند، اون چیزهایی که ما میتونیم باهاش جهان و هستی رو درک بکنیم. به شدت به این موضوع میپردازد تا جایی که بعدتر کلی شارح و مفسر و فیلسوف و متکلم و آدمای مختلف میان توضیح میدن که راز و اسرار کلمات در عرفان ابن عربی چیست. همینجور ادامه پیدا میکنه. عرض کردم اینایی که دارم میگم در جهان عرفانه. مثلا ما در همین جهان عرفان هندی، تبتی، بودیسم به شدت به این موضوعات میپردازیم. شما نگاه بکنید بودا بخش زیادی از بحثش بر روی کلماته. همین در بحث بودیسم همین موضوعاتی مثل مانتراها، همون صدای معروف این میگن اولین صدای در واقع هستیه، اولین صدای وجوده. با هم یه بار بگیم ببینیم چه شکلیه معناش. بگید. میدونی که وقتی میخواید برید سراغ ذکر و ورد، که حالا میخوام بهش برسم اتفاقا، وقتی میخواید از هر کدوم از این استفاده بکنید یه قاعده ای داره. اولا این رو بدونید ما باید در صوت به فرکانس معینی دست پیدا بکنیم. به طور مثال نه صدا خیلی بالا باشد نه خیلی پایین باشد، صدا باید گرم خارج شود. بریم یه بار دیگه. 3 2 1. این گرمه. تمرین کنید شاید بشه. یا مثلا فرض بفرمایید ما وقتی به زن بودیسم میپردازیم اونجا حتی ما رو درگیر پارادوکس میکنه. یک زن بودیسم چیکار میکنه؟ میگه لطف کن چیزهای متناقض، چیزهایی که نشده رو تو ذهنت تداعی بکن تا در قلبت حلول کنه. میگن مثل چی؟ میگه مثلا صدای یک دست. یعنی چی؟ یک دست. میگه انقدر بهش فکر کن تا یواش یواش صداش رو بشنوی. ببین یعنی وقتی میری سراغ عرفان هندی و شرقی، حتی میری سراغ عرفان چینی، ژاپنی، یعنی لاوتسه میگه کلمه‌ای که با داو پیوند داره اون کلمه سازنده است. کلمه‌ای که از داو فاصله دارد، حالا اون یک در واقع فرضی داره از داو بماند، فاصله دارد، اون مفسده ایجاد میکنه. کنفوسیوس چیکار میکنه؟ کنفوسیوس میگه که آقا ما راهی نداریم جز اینکه در اسمها تغییر ایجاد کنیم. میگن یعنی چه؟ میگن مثلا ما وقتی به فلان چیز میگیم بدبختی، این در ما داره مسئله ایجاد میکند، اسمش رو عوض کنید. میگن اسمش رو چی بذاریم؟ خوشبختی؟ میگه نه یه اسم دیگه بذار براش، مثلا اسمش رو بذار ایگرگ، مهم نیست، ولی بدبختی دیگه بهش نگو. به محض اینکه تغییر نام پیدا میکنه تغییر هویت هم پیدا میکنه. نگاه کنفوسیوسی. میای جلوتر مثلا شمنها رو میبینید. شمنها رو میشناسید دیگه، اینایی که بیشتر در مثلا بین قبایلی که در سرزمین‌های وحشی و در صحراها زندگی می‌کردن، شمن‌ها خودشون دیگه خدایانی بودن برای اینها. ما در بین اقوام مغول داریم، در بین اقوام سرخپوستی آمریکا داریم که اینها هم در واقع به شدت رویکردشون بر اساس واژه و کلمه بوده است. هیچی، انقدر ماجرا اوج میگیره در طول این تقریبا 2000 سالی که
3000 سال پیش عقل متولد شد، خرد متولد شد. از 2000 سال پیش یه سری آدم‌هایی رو داریم که به شدت اعتقاد دارن ما باید چیکار بکنیم؟ فقط از عقل به معنای حواس استفاده نکنیم. عقل رو بیاریم در خدمت کشف، کشف رو هم با عقل منضبط کنیم. پس اینا با دانش میخوان این کارو بکنن. اینجاست که از 2000 سال پیش به این ور عرفان همینجوری جون میگیره، هی رشد پیدا میکنه، میرسه تا جایی که ما با یه سری از عرفای مواجه میشیم که اینا دیگه کلا زبانی و لغتیه. کلا. یعنی مثلا بایزید بسطامی کیه؟ چیزی که شما ازش الان میشناسید و میدونید یه سری شطحیات. مگه غیر از این؟ روزبهان بقلی شیرازی یا فسایی کیه؟ بقلی یعنی سبزی فروش، تره‌باری بوده. آره، در فسا در شیراز. این کیه؟ این کلا اساسا اعتقاد داره کلمه بوی خوش گل حقیقت. تمام. با یه اصل این مدلی کل ماجرا رو توضیح میده. میاد سراغ کلمه و فقط با کلمه تلاش میکنه هر چیزی رو معنا بکنه، به هر چیزی بها بده، هر بهایی رو از هر چیزی بگیره، چیزی رو پربها و پر ارزش بکنه و یا کم ارزش بکنه. روزبهان خودش سرسلسله‌ای ها بماند. بعد اینا هر کدوم که این کارا رو کردن، کار به جایی رسیده که یواش یواش یه سری چیزا انقدر جدی شده ما احساس کردیم با حروف، با کلمات میتونیم هر چیزی رو پیش بینی بکنیم، جهان رو در اختیار بگیریم، همه چیز رو در ید خودمون، در ید قدرت خودمون بیاریم. یعنی انقدر موضوع جدی میشود. داریم دیگه مثلا در اون رازهای در واقع حروف ابجد و نمیدونم این تقابل‌ها و مطابقت سازی‌های حروف با اعداد. به طور مثال طرف میاد میگه که الف خود کلمه الف ابجدش 111. ابجد رو بلدید؟ کلش اینه دیگه، یه سری ما در واقع حرف داریم، حرف رو برابر یک عددی قرار دادیم. ابجد مثلا که اول این حروفه که بر اساس اون در واقع نوشتار فینیقی هم ایجاد شده، الف 1، ب 2، ج 3، دال 4، همینجوری میاد جلو، ه دو چشم 5 میاد تا میرسه مثلا به 10. از 10 دیگه 11 نمیشه، ادامه میشه 20، 30، 40 میاد تا 100. از 100 110 نمیشه، میشه 200، 300 تا 1000 میاد. پس بنابراین ما یک عدد مشخصی بر هر صدایی و بر هر حرفی داریم. اینا بر اساس یک اصل کلی که حالا این البته دارم میگم اصل کلی، بعدتر خودش مکاتب را میندازه، نهضت‌ها را میندازه، خواهم گفت. بر اساس یک اصل کلی اینا میان این معادل سازی ها رو انجام میدن. میگه مثلا کار به اینجا رسیده، میاد میگه الف ابجدش یعنی الف و ل و آ و ل و ف ابجدش میشود 111. میگه شروع کتاب الله قرآن با الفه. میگه جالب اینجاست، پایان کتاب الله قرآن با کلمه ناسه. ناس هم 111. اعجاب رو ببینید. ادامه میده، این بحثا میاد جلو، یعنی به اینجا هم خلاصه نمیشود. میگه الف چه در ابجد صغیر چه در ابجد کبیر یکه. خود یک ابجدش میشود 30. 30 دقیقاً همان چیزی است که لامه. لام همیشه اتصال دهنده الف به کشف معناست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. و میگه 30 همان 30 جزء قرآنه. ببین یعنی اینجوری نشستن برای خودشون یه سری دیگه تا اینجا هم پیش رفتن، مثلا در عرفان اسلامی. کار ندارم. همه این بحثا انقدر بالا میگیره که مثلا نهضت هایی به وجود میاد به نام نهضت حروفیه. میشناسید این نهضت رو؟ فضل الله نعیمی استرآبادی یا اصطلاحاً فضل الله حروفی استرآبادی، اینا دیگه کلا اعتقاد دارن که آقا حروف در ذاتشون رمزی هست، رمزشو تشخیص بده، جهان رو درک میکنه. یه شاگرد داره همین فضل الله، البته فضل الله رو کشتن، تیمور کشتش، میخواست به تیمور همین در واقع مکتب رو سرایت بده. تیمور دیگه ناراحت شد، داد پسرش شرحش کرد. این آقای نعیمی که خودش آدم بسیار بسیار باسوادی بود، یه شاگردی داشت به نام محمود پسیخانی. این محمود پسیخانی رو بیرون کرد. بعداً پسیخانی خودش شد نقطویه. نقطویه ها کیان؟ اینا دیگه از شور در آوردن دیگه. اینا دیگه با نقطه کار دارن. یعنی میگن که ما انقدر کوچک شدیم رسیدیم به جزء لا یتجزی.
اون جزئی که دیگه اصلا نمیتونی از هیچ چیزی جداش بکنی. برمیگردن به اون حرفای دموکریتوس در مورد حالا اون چیزی که ما بهش میگیم اتمیستا، که کل این جهان از یک ذره‌ای شکل میگیره و در یک ذره‌ای خلاصه میشود که بهش میگیم جزء لایتجزی. آقای محمود پسیخانی میگه این همان در واقع نقطه است. من با نقطه کار دارم. نقطویان بر اساس نقطه و اون کشفی که نسبت به این ماجرا داشتن پیش بینی‌هایی میکردن. نقل شاه طهماسپ اول اینا رو خیلی میکشت و اذیت میکرد، این نقطویان رو. حتی میرفتین خانقاهاشون رو در واقع تخریب میکرد. خانقاه‌های این نقطویان هم برخلاف خانقاه‌های دیگه این در واقع صوفیان و عارفان جایی خیلی برای عبادت نبود، برای گپ و گفت و خوشگذرونی بود. حالا وسط این گپ و گفت و خوشگذرونی یه 4 تا معرفت هم مطرح میشه. نوبت که به شاه عباس میرسه، شاه عباس جذب اینها میشه. میگن میرفته خانقاه‌های اینها حتی با لباس مبدل، اونا هم نمیدونستن این کیه. این از اینها، از این عرفای نقطویه به تعبیر درس میگرفته، یاد میگرفته، تا اینکه یکی از این صوفیان نقطویه بر اساس اصول نقطویان میگه رسیدیم به هزاره اسلامی. سالی که در واقع خود شاه عباس بر تخت سلطنت بوده. میرسه به 1000 سال اسلامی، اتفاقات غریبی میفته. جریان تمدن اسلامی تغییر خواهد کرد. شاه عباس میترسه، میاد یه مدت تخت رو ول میکنه، میسپره دست وزراش، یکی از این عارفان نقطویه رو میذاره بر تخت. این واقعیت داره. ببین این موارد تا کجاها پیش میره. خلاصه بعد چند روز که میگذره از هزار رد میشن و میبینن اتفاقی نیفتاد، دیگه شاه عباس قاطی میکنه و شروع میکنه به کشتن و قلقم نقطویان که پدر سوخته نزدیک بود من حکومتم رو اصلا از دست بدم با این پرت و پلاهایی که شماها دارید مطرح میکنید و میگید. کار ندارم. نکتهش اینه، همین الان هم یادم چند سال پیش گفتن یه بابایی یعنی نوستراداموس پیش بینی کرده، سال نمیدونم 2012 بود چی بود، خیلی ها درگیر شده بودن دو اینها. بعد یکی از این اقوام ما یه ماشین داره، خیلی ماشینشو دوست داره، گفت من ماشینمو چی کار کنم تو این شرایطی که قرار بود این اتفاقات بیفته. بالاخره هر کسی به یک چیزی علاقه داره. این موضوع در ماجرای عرفان اسلامی خیلی جدی اومده جلو و در عرفان کل جهان هم به شدت مورد بحث. هنوز که هنوز مورد بحث. یعنی شما الان امروز وقتی میرید در یک مکتب عرفانی، شما رو با چی مواجه میکنن؟ با ذکر، با ورد. میگن باید ذکر بگی، باید ورد بگی. حالا تفاوت‌هایی در این مکاتب هست، وجود دارد. مثلا در قابالیسم یا در حسیدیم، اون رو کردی که یک مکتب یهودی است، اونها در واقع مثلا میگن که نه، هر وردی به صورت مشخص کار نمیکنه، ذکری که از درون تو بر بیاد، ولی یه چیز ساده باشه. به طور مثال میگن وقتی مثلا شما میای میگی که الحمدلله به عنوان یک ذکر یا لا اله الا الله، میگه لزوما لازم نیست اینو بگی، چون این تکراریه و به خاطر این کلیشه‌ای که در تو شکل داده ممکنه اون اثر اساسی رو نداشته باشه. ولی مثلا تو یک لحظه واقعا با خدات نسبت برقرار بکنی و از باطنت، از درونت، آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، بگی مثلا خدایا دمت گرم، انگار این مثلا میتونه یک ذکر قوی‌تر و غنی‌تری باشه. تمام این افتراق‌ها و اشتراک‌هایی که دارم عرض میکنم برای رسیدن به این نقطه است که متوجه بشید همه اینها بر پایه اصل واژه دارن ما رو راهنمایی میکنن، حالا با رویکردهای متفاوتی که درشون وجود داره. در عرفان ارتدوکسی همینه، در عرفان کاتولیک همون آگوستین قدیس که خودش اصلا مظهر این پدیده و ماجراست همینه، فرقی نمیکنه. جالبه، رینولد نیکلسون یک شرقشناس بزرگ و یک عرفانشناس بزرگ، هانری کوربن هم خیلی متأثر از اوه. نیکلسون میگه که من فهمیدم سر مگوی عرفا چه بوده است. میاد توضیح میده، میگه که آن چیزی که میگفتن آنکه را اسرار حق آموختند مر کردند و دهانش دوختند، البته اصل شعر آنکه را اسرار کار آموختند، کارم منظور اسرار مردم بوده. در واقع مولانا جلال اینجا داره به این نکته میپردازه، میگه کسی که سری از مردم رو فهمید باید یاد بگیره که لب
نگشاید. این در واقع حرف اینه. بدتر در حالا مقامات عرفانی شد آنکه را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. یکی پرسیده بود جایی چرا میگید مولانا جلال؟ این مولانا جلال منظورتون کیه؟ این مولاناست؟ مردم ما نمیخونن، نمیدونن. بابا جان مولانا یک لفظ عمومیه. اینم توضیح بدم که به یادگار بماند. مولانا یک لفظ عمومیه. مثلا همین الان ما به بعضی از علمای اهل سنت میگوییم مولانا. این اصلا لفظ مرسومی است، عام هم هست. پس بنابراین مولانا به صورت مشخص شده مختص این فرد. اما بهتره برای اینکه خدای نکرده این قلتی نباشد، اگر هم مای نباشد، به پیشنهاد اخوان ثالث بزرگ بگوییم مولانا جلال. این اسمش رو بگیم که مشخص بشه. مولانا جلال. پس اینجا در واقع منظورش چیز دیگری بوده است احتمالاً. ولی اینکه آنکه را اسرار حق آموختن، این سر حق چیه که اینها در واقع نباید برملا بکنن و ازش حرف بزنن؟ داریم دیگه. میگه منصور حلاج چرا کشته شد؟ میگه روزی بایزید در ذکر در ذکر شبلی داریم ما این رو در واقع کشف الاسرار هم هست. شبلی راز میگفته. با کی؟ با پروردگار. این عرفا جایگاهشون تا اینجاست. جایگاه وحیه، یعنی پیغمبرانه است. در واقع راز میگفته، با حبیب راز میگفته. خلاصه ازش میپرسه که او از شبلی میپرسه که میدونی منصور چرا اینجوری شد؟ اون میگه نه، چه بدانم چرا اینجوری شد. میگه برای اینکه رازی بهش گفتم برملا کرد، برای همین این بلا سرش اومد. داریم دیگه. حافظم بر اساس همین از اون جمله مشهور رو داره دیگه. آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. این در واقع نباید اسرار رو پیدا میکرد. آقای رینولد نیکلسون، اون شرقشناس معروف، به تعبیر هانری کوربن میگه اسرار رو من در واقع فهمیدم چیه. اینا نمیتونستن اما به همه بگن. در 3 از خلاصش میکنه. اصل اول مسئله وحدته. میگه اونا کلن چون همه چیز رو یکی میدیدن نمیتونستن بگن به مردم، نبایدم میگفتن، چون مردم عادی از فهم این ماجرا عاجز بودن، دشمنی فقط ایجاد میکردن. اصل اول این بوده که تو خودت خدایی، تو فقط از قدرتت استفاده نکردی. برای آنکه از قدرتت استفاده بکنی تو باید بری یاد بگیری که چگونه از قدرتت استفاده بکنی. یعنی مراحل سیر و سلوک در واقع به تعبیر این شکلیه که تو قرار هست یاد بگیری از قدرت خداییت استفاده کنی، خدا باشی. عجب حرفی این. اصلا آیه نیکلسون مطمئنی که اینطوره؟ اینا واقعا دنبال این بودن، میخواستن این حرفو بزنن. میگه دومین مگویی که اینها در واقع رازشونه اینه که نه عقابی وجود دارد، نه جزایی وجود دارد، نه پاداشی در اخرى، در آخرت هیچی وجود نداره. پس اصل سوم از اصل دوم نشأت میگیره. به همین دلیل که چون نه عذابی هست نه پاداشی هست، عمل به احکام شریعت و دین غلط. اینجا این حرف دوچار کلی مسئله است، خیلی بهش ابهام میشه وارد کرد، تردید میشه وارد کرد. چون واقعیت اینه که حداقل ما در مورد عرفای اسلامی، حداقل در اون عرفای ابتدایی اسلامی مسلم میدانیم که اینا به شدت اهل شریعت بودند و اتفاقا طریقت رو برای درک دقیق شریعت میخواستند. اما بله بودن جرگه هایی که بعدتر فقط به طریقت اعتقاد داشتن، بی شریعت بودند و علت این که خیلی از اینها دوچار مسئله می شدند و کشته می شدند و اینها توسط حاکمان وقت مسلمان متعصب به شدت جزمندیش همین بوده که اینها دوچار این مسئله می شدند. مثل همین حروفیه، مثل همین نقطویه، یعنی هم پسیخانی، محمود پسیخانی، هم فضل الله در واقع نعیمی استرآبادی، اینا همشون کشته شدن و خیلی های دیگه. و حتی سهروردی، چون سهروردی هم به نوعی مسئلهش حلول دیگه، مثل منصوره به تعبیری. حالا مثلا منصور اتحاد این حلوله، فرق نمیکنه. این میگوید خدا در من حلول کرده است، من خودم خدام، اون میگوید من با خدا یکی شدم. اصلا تفاوتی نداره. یعنی اینا دیگه به نقطه‌ای میرسن خب خدا مگه نماز میخونه برای خودش؟ آقای ابن عربی در فتوحات مکیه
اصلا میگه من اینو نوشتم، پهن کردم رو پشت بام کعبه، باران ببارد 40 روز، هر چقدرش موند حق و حقیقته، هر چقدر که آب باران پاک کرد که هیچ. میگه وقتی آوردم پایین همش ماند. شبی با حق راز میگفتم. اینا این شکلی، یعنی حق تو خونهشون بوده، اینا مثلا نشسته بوده، اینا مثلا حق اینجا بوده، با هم دیگه خلاصه راز میگفتن، سر میگفتن. من میخوام اینا که دارم میگم، هم میخوام متوجه بشید که ماجرا خیلی خیلی مبهم و پیچیده است از طرفی، هم میخوام بدونید که در واقع قطعاً با این امر ظاهر و با این استدلالات و با این نکات هم قابل بحث و تفسیر نیست. یعنی کلمه یاری نمی کند که بگوید که چیست، کلش اینه. یعنی عارف در واقع انگار مرتبه‌ای دارد که نمیتونه، لغت پیدا نمیکنه که این لغته به این بگه که اصل ماجرا چیه. این تاریخ عرفان رو ببینید تا همین امروز هم ادامه داره. حتی میدونید که در متافیزیک ما این رو داریم که اعتقاد دارن اگر جمله ای رو با یک فرکانس مشخص در یک شرایط معینی بگویی، اون قابلیت تاثیرگذاری بر کل جهان طبیعت دارد. مطالعاتی هم روش شده، حتی اومدن مثلا روی مغز انسان رو بررسی کردن. همین الکتروانسفالوگرافی که میاد رو مغز مطالعه میکنه خیلی تلاش کرده بیاد این فرکانس های مغزی و حتی هورمون هایی که تولید میشه بر اساس ذکرها، وردها، مراقبه ها مورد بررسی قرار بده. این آقای ماسارو ایموتو یادتون باشه یک کتابی رو منتشر کرد در مورد این کریستال های آب و که اصلا خود این آب ها در مقابل چه جملاتی چه واکنش هایی دارن. کریستال آب یه جا زشت میشه، وقتی یه حرف خوشگل میزنی کریستال آب خیلی شفاف میشه، شبیه گل میشه، ستاره میشه. و حالا یه سری حرفایی که مطرح شده در طول این زمانهایی که من و تو سپری کردیم و هر کسی تلاش کرده که درکشون نسبت به امری به ما عیان بکنه. ولی میخوام بیام سراغ یک نسلی از تفکر که اصطلاحاً بهش میگیم اگزیستانسیالیسم. چرا میریم سراغ اینها؟ چند روز پیش داشتم تو کلاس با که دوستان در مورد همین این نسل فلاسفه صحبت میکردم. گفتم اینها فلسفه نگفتند، اما کمک کردن به رسیدن به فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان، همون چیزی که من و تو احتیاج داریم. این نسل یعنی از آقای کیرکگارد تا استاد بزرگ سارت، همه اینها تلاش کردن که این اتفاق بیفته. مثلا هایدگر میگه زبان چیه؟ میگه زبان خانه هستیه، خانه وجوده. آدم کیه؟ میگه آدم به نوعی محافظ این خانه وجوده. حالا خود این محافظت تا جایی پیش میره که این خانه وجود تنگ میشه، محصور میشه، به اسارت گرفته میشه. خب ببین حرف هایدگر حرف عمیقیه و قابل توجه. در این فلسفه ما یک اصل مهمی داریم. میگه اون پدر اصلیشون یعنی آقای کیرکگارد، اینجا یه بار گفتم، میگه از خیل، از جمعیت، از قوقا اولا فاصله بگیر. درسته یا نه؟ چرا میگه این کارو بکن؟ همین مثلا هژمونی رسانه، میگه از این فاصله بگیر. هر کسی هر کاری کرد که تو نباید بکنی. اوژن یونسکو در اون نمایشنامه معروف کرگدن دقیقاً اشاره به همین امر داره. ماجرا رو اگر بدانید این شکلیست دیگه، شهری کوچک که همه آدم‌ها یواش یواش دارن تبدیل به کرگدن میشن. حالا چرا کرگدن؟ کرگدن در عین اینکه زمخت خیلی بویی از در واقع تمدن نبرده و یک توحشی درش هست، اما آرام هم هست. خیلی خوب استفاده میکنه از این استعاره اوژن یونسکو. یعنی کرگدن نماد انسانی است که ما بهش میگیم توده. این در این اینکه میتونی یهو تبدیلش بکنی به یک فاجعه که بیاد همه چیزو بزنه و داغون بکنه و نابود بکنه، اما از اون طرف این در واقع سرش به خوراکشه، سرش به همون چیزی که میخوره، زمخته، خشنه، میشه ازش استفاده کرد، ولی در حالت عادی هم خیلی راحت کنترل میشه. یه چیزی میریزی جلوش و اینم میخوره، کاری هم به کسی نداره. شهر یواش یواش همه دارن تبدیل به کرگدن میشن که ما اینجا یک برنژه‌ای داریم، در واقع یک شخصیت اصلی داریم که این تمام مقاومتش اینه که تبدیل به کرگدن نشود. این جوان که حتی با دوستاش اول تصمیم میگیرن که اینا در مقابل این ماجرا بایستن، تن به کرگدن شدن ندن. خیلی خوشگله نمایشنامه، برید بخونیدش. واقعا من
کم سن و سال بودم، حالا اندازه مرسانم، ولی یعنی بلد بودم برم کتاب فروشی و اینا. خلاصه مثلا اون موقع جلال آل احمد و اینا برای ما خیلی مهم بود. من یه روز رفتم یه کتاب فروشی، هر چی جلال آل احمد بود گرفتم، به هوای که اینا همه مال جلال آل احمد. بعد نمیدونم اومدم یواش یواش باز کردم، مثلا یکیش بود اورازان، مثلا تات‌نشین‌های بوئین زهرا. بعد دیدم اینا چیه؟ اینا مثلا یه سفرنامه‌های اصلا به درد من نمیخوره، اصلا داستان نیست. حالا این وسطش مدیر مدرسه هم خوندم، واقعا به درد سنم نمیخورد، خیلی لحظات ناجوری داشت. یا مثلا نمیدونم کتاب‌های دیگه‌شو خوندم، خسی در میقات رو خیلی اون بهم خلاصه چسبید و حال کردم در اون دوران. یکی از کتاب‌هایی هم که در بین کتاب‌های جلال بود که من فکر می‌کردم مال جلاله، ترجمه جلال آل احمد از در واقع کرگدن اوژن یونسکو بود که ترجمه بسیار خوبی هم هست واقعا. خلاصه کار ندارم، توی اون کرگدن شما وقتی میخونید اینا با دوستاش این برنج تصمیم میگیرن که کرگدن نشن. خیلی خوشگله. یهو از یه جایی به بعد یکی از دوستاش به بهانه اینه که آقا مگه آدم بودن به چه درد میخوره، کرگدن میشه. یکی دیگه برای اینکه فقط مورد تهدید کرگدن ها قرار نگیره کرگدن میشه. یکی دیگه تا جایی میرسه که اصلا میگه کرگدن که خیلی خوشگله، من اصلا دوست دارم کرگدن بشم. کار به کجا میرسه؟ اما برنژه در نهایت میگه من تنها شدم، اما من میخواهم آدم بمانم. حالا اینکه چه لطفی در آدم بودن هست، این سوال بزرگ و بنیادینه. چه لطفی در آدم بودن هست؟ من فکر میکنم تو همین تقریبا یک ساعتی که بیش از یک ساعتی که حرف زدم گفتم چه لطفی در آدم بودن هست. حواسمون نبوده. این همه تکثر، این همه نظرات متنوع و متعدد ناشی از چیه؟ آدم بودنه. اگه آدمی وجود دارد که میتواند از تالس، از هراکلیتوس، از فیثاغورس تا محمود پسیخانی نظریه ساطع بکند و صادر بکند، آیا این لطف آدم بودن نیست؟ بعد اون موقع حالا من چسبیدم به یه سری از گزاره‌های معین همیشگی که فقط داره در من اضطراب و تشویش و نگرانی ایجاد میکنه. بذار خلاص کنم بحث رو، کل مکاتب عرفانی رو. اینایی که من اینجا میگم دوستانی که منو میشناسن میدونن من خودم نمیدونم چقدر مطالعه میکنم، چقدر تحقیق میکنم یا نمیکنم، ولی واقعا ورم مغزی دارم. یعنی الان که مثلا دارم در مورد عرفان صحبت میکنم، همین الان حاضرم، یعنی واقعا اگر به من وقت بدن، زمان بدن، اصلا رکورد گینس رو در سخنرانی بشکنم، در ساعت سخنرانی در مورد عرفان، هر کدومم با سند و مدرک میگم. یعنی اگر تمام این سلسله های عرفانی جهان عرفان رو قرار باشه در موردش حرف بزنم، حرف میزنم، برای نه این که بگویم همه اینها رو میشناسم، برای اینکه از همه اینها چیزی استخراج کنم که به درد تو و من بخوره. ارادت من. برای اینکه به درد تو و من بخوره. چکیده آنچه که از مقوله لغت، فارغ از بحث‌های سر و راز و ابجد و نمیدونم حتی علمی به نام جفر و اینم خودش از علوم خفیه و غریبه است، بحثش هم همین حروفه اتفاقا. حالا البته یه ذره به بیراه رفته، دیدم اخیراً تو یوتیوب آپارات مثل رو جف درس میدن. این دیگه از اون کاراست. بابا جف باطن پاکی میخواد، جفر یک. هر کدوم از اینا اگرم کار بکنن اینا کار ندارم. واقعا شاید هم شبه علمن، ولی خب جف تنها علمی است در میان علوم غریبه و خفیه که واقعا با باقیشون خیلی فاصله داره. یعنی شما مثلا با لیمیا، با سیمیا، با هیمیا، با ریمیا، با هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه نیست. کاری با اجنه و ارواح و نمیدونم با اینا نداره، واقعا خیلی حساب کتاب شده تره. ولی همه این مباحث رو اگر بیایم بریزیم توی کاسه، سعی بکنیم اشتراکاتش رو، افتراقاتش رو پیدا بکنیم، جدا سازی بکنیم، کل ماجرا برای رسیدن به واژه‌ای که به تو کمک بکنه در 5 اصل اساسی خلاصه میشه. 5 اصل اساسی.
اصل اول. اینا رو یاد بگیرید چون خودش یکی از روش‌های لوگوپاتی. کتاب لوگوپاتی مجوزش آمده، انشالله در دست انتشاره. من در کتاب لوگوپاتی ذکر دارم، ورد دارم، چون اینها منتها با رویکردهایی که میفهمم از فلسفه. دقت بفرمایید، وقتی میگم ذکر یعنی تو همواره یک گزاره تکرار شونده نیاز داری، همواره نیاز داری. ما با نشخوارهای ذهنیمون باید چیکار بکنیم؟ خب داریمشون دیگه، هست دیگه. من که نمیتونم بگم برو گم شو ولم کن، دائم داره تکرار میشه، دائم داره میاد تو سر من. آی فلانی اون رفتار رو کرد، فلانی فلان روز نیومد، این چی بود قضیهش؟ خب نکنه اینم نکنه شروع میشه نشخوار ذهنی. ما به عنوان کسانی که انسان رو تا حدی میشناسیم، البته خودمون رو میشناسیم قدر، میفهمیم که ما جلوی نشخوار ذهنی رو نمیتونیم بگیریم. بنابراین چاره‌ای نداریم که جز اینکه گزاره بدیم به خودمون، گزاره‌ای که اما ذهن ما بتونه جایگزین نشخوار ذهنیش بکنه. یعنی چی؟ قبلا اینجا گفتم من نمیتونم به جای اینکه بگم من بدبختم بگم من خوشبختم. اصلا این گزاره رو ذهن من نمیپذیره، خنده‌دار، شوخیه. به جای اینکه بگم من بدشانسم از فردا صبح بگم من خوششانسم، من نمیتونه. آقا ذهن من باور نمیکنه. اما به جای اینکه بگم من بدبختم، اگر بگویم، این نکته مهمه، اگر بگویم من همواره برای رسیدن موفقیت باید سختی‌های زیادی رو تحمل بکنم و اراده قوی دارم برای اینکه از پس این سختی‌ها بر بیام، احتمالاً ذهن من این رو قدری بپذیره. یعنی حداقلش اینه که باید به ذهنم یه امتیاز بدم، یه تایید بدم، چون نمیتونه باور بکنه که وقتی من تو زندگیم انقدر سختی کشیدم، از نظر خودم حداقل، شاید از نظر سایرین نه، ولی از نظر خودم من انقدر سختی کشیدم، من ذهنمو نمیتونم الکی بهش بگم فلانی من خیلی خوشبختم، من خوششانسم. اصلا خیلی جالبه، مثلا گزاره فامیل من، عموهای من، پدر من همیشه این بود ما الحمدلله خوشروزی هستیم، اما میدونی خرشانس نیستیم. این گزاره فامیل من بود. این یواش یواش چنان در من رخنه کرد، تازه با اینکه گزاره جلوتری از این بود که ما بدبختیم، از گزاره ما بدبختیم خیلی جلوتره، ولی چنان در من رخنه کرد که من همیشه فکر میکردم پول تو زندگی من جایی نداره، من نمیتونم پولدار بشم و اصلا قرارم نیست که بشم. من روزیم میاد دیگه، خدا رو شکر. من اون شانسی که فلانی داره، مثلا این تجارتو میکنه، این زد و بندو میکنه، من ندارم، اینا به من نمیاد. این جملاتی است که ما خیلی به هم میگیم و در مورد خودمون اینا رو دائما تکرار میکنیم. اصطلاحا این نشخوارها همواره وجود دارن. ما در لوگوپاتی را بیشتر نداریم دیگه، باید نشخوار جدید بدیم به این ذهن، اما نشخواری که بتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه. 5 اصل بدیم اول که ذکرمون رو بتونیم شناسایی بکنیم. اولین اصل اصالت منبع. یعنی چه؟ ببین این حرف داره از کجای تو نشأت میگیره، اصلا داره از کجا میاد. این حرف به خاطر نگرانی های توست، به خاطر ترس توست. مثلا من دیدم خیلی از موقعها اگر من حسینیان مثلا مطرح میکنم که من نمیتوانم، این نمیتوانمه بخشیش مال سابقه خانوادگی منه. مثلا من خیلی سریع تو ذهنم میام این رو تداعی میکنم با اینکه من تو فامیلم آدم میلیاردر که نداشتم، پس من مثلا چگونه میتونم میلیاردر بشم؟ اینجا من میام چیکار میکنم؟ خیلی سریع از یک منبعی دارم استفاده میکنم که این منبع به هیچ وجه اصالت منطقی ندارد. خب چون ربطی داره؟ هر کی میلیاردر شده قبلش یکی تو خانواده‌اش بوده که میلیاردر بوده، یعنی هیچ نفر اولی وجود ندارد. پس نفر اول همه اینها کی بوده؟ ببین اینجا در واقع تو باید اصالت منبع رو تشخیص بدی. عارف همین رو میگه. عارف میگه این حرف ببین از کجا داره میاد. یه بحثی شد در مورد آیات شیطانی، خاطرتون هست اون کتاب مشهور. ما حتی توی در واقع روایات این بحث رو داریم. حتی آیه، این خیلی مهمه، نشانه، این مال خدا یا مال شیطانه. تشخیصش خیلی مهمه. این تشخیصش رو کسی میتونه بده که استدلالیه.
اصالت منبع رو سعی میکنه بهش برسه، حواسش به اصالت منبع هست. دومین کار تطهیر واژه است. یعنی چه؟ یعنی این حرفی که من الان دارم میزنم چقدر حب داره، چقدر بغض داره، چقدر نفرت داره، کینه داره، چقدر عاطفه داره. به محض اینکه دیدم کینه داره، نفرت داره، بغض داره، باید طاهرش کنم. چیکار کنم؟ مثلا قدری تأمل کنم، سکوت کنم، دوباره بهش نگاه کنم، ببینم این حرف چقدر واقعا در جهت خدمت به دیگرانه. مثلا من همیشه به عنوان یک اصل اینو میگم فرق انتقاد کردن با ایراد کردن و با ایراد گرفتن در ظاهر امر نیست. پس در چیه؟ در نیت گوینده سخنه. وگرنه اونا که ایراد میگیره با اونی که نقد میکنه یه چیز دارن میگن، واقعا دارن یه چیز میگن انتقاد سازنده ما نداریم که با این معنایی که تو میگی. انتقاد سازنده مال آدم سازنده است، مال آدمی که اومده تو رو بسازه. مثل همون حرفی که در بین جرگه های عرفانی بود، استاد یه چیزی میگفت، مرید نسبت به مراد چنان وجدانیتی داشت، شعفی داشت، سیحه میزد در جا، این جامه میدرید میمرد، جان میداد. اصلا اینا واقعیت داره، حالا بخشش داستانه ولی بخشش هم واقعیت داره. چنان این ذوقش عریان بود، چنان این ذوقش سلیم و تربیت شده بود که اون حرف چون این وجدی در او ایجاد میکرد، اصلا تحمل دیگه نمیافت. حرف اینجوری اثر میکنه، حرف خوب که زیاده اما چرا در من اثر نمیکنه؟ یکیش اینه واژگان طاهر نیستن، من به تطهیر واژه نپرداختم. این اصل دومه، تطهیر واژه. اصل سوم چیه؟ یکی کردن واژه و دل، زبان و دل. چقدر ریب، چقدر شک، چقدر فساد، چقدر تردید در اون واژه هست، چقدر هست، چقدر با دلم یکیه واقعا. خیلی جالب بود، من چند پیش مسئله پیش اومده بود، یه کسی طلبی از من داشت، زنگ زد به من گفتش اینجوری، من اومدم یهو وارد یه مثلا حرفایی بزنم و بپیچونم و مثل همیشه دیگه، حالا ما این کارا رو یاد گرفتیم دیگه، قصه تعریف کنم و اینطوری شده اونطوری شد. گفتم والا فلانی دستم تنگ شده، چند وقتی مضیقه مالی دارم، میتونی مراعات ما رو بکنی؟ ممنونت میشم، جبرانم میکنم. گفت آقا یا علی خودت به من بگو که خداحافظ. دیالوگ ما کلن شد 20 ثانیه 30 ثانیه دیگه، من بگم اون بگه، آی نمیدونم منم گرفتارم، نه بیا پول ما رو بده، کی میدی فلان. چرا؟ اینجا در واقع واژه زبان با قلب یکیه. چرا میگن که صداقت، صادق بودن راه نجات، نجات و صدق؟ این حرف از کجا میاد؟ از همین پیوند و تطبیق بین واژه و دل، زبان و دل. خیلی مهمه این. اصل سومه. اصل چهارم چیه؟ تمرکز بر معنای واژه. چی شد؟ تمرکز بر معنای واژه. این یعنی چه؟ یادم میاد بچه بودیم نماز میخوندیم، یکی از استادامون گفتش که آقا یه کاری کنید. گفتیم بله. گفت نماز میخونید به معناش دقت کنید. ما به عربی نماز میخونیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یهو ما گفتش که مثلا شما نماز میخونید میگید الحمدلله. دلله کیه؟ دلله کیه؟ گفتیم یعنی چی استاد؟ گفت الحمدلله رب العالمین. حمد، ستایش، ل حرف جر، برای خداوند، برای اللهی است، برای الهی است که رب عالمینه. همه چیز اینجا. همین روزبهان بغلی میگه خدا رو خلاصه میکنم در یک واژه: مهربان، رحیم. ببینید روزبهان که اینو میگه، اینو میفهمه که داره میگه، تمرکز کرده بر معنای این واژه. خب معلوم خدای نزدیک روزبهانه و خدا اینقدر از من فاصله داره.
خدا از من دوره و من کجا میتونم ببینمش؟ در بین این همه فجایع، در سایه آن درخت ها چیست که از دیده عالمین آن است؟ عجز بشر است این فجایع یا آن که حقیقت جهان است؟ ما چرا خدا را غایب میبینیم؟ چون مثل روزبهان نفهمیدیم معنای خدا را، اون لوگوس رو درک نکردیم. تمرکز واژه بر معناش و اصل پنجم تبدیل گفتار به مراقبه. چقدر این گفتار مراقبه منه. مراقبه 2 تا معنا داره. یکی این که برای من یک نیایشی میسازد، یک نمازی میسازد به روش خودم، نمازی گرم. نماز که حالا لزوما اون نمازی که در شهر به ما یاد دادن که فقط نیست، نمازی گرم، نمازی که هم نیایش منه هم مراقب منه. گفتار من چقدر مراقب منه؟ مراقب سایرین رو ول کنم، مثلا میگن مواظب زخم زبان باش، مراقب طعنه زدن به دیگران باش، مراقب مسخره کردن باش، مسخره‌گر سخت کیفر میشود. اما اینا رو شنیدیم. نه، اصلا اینا رو ول کن. چقدر زبانت مراقب خودته. این جمله‌ای که داری میسازی چقدر داره کمک میکنه که تو بتونی به این نقطه برسی. اصلا دفتر من رو اینو براتون آوردم امروز که بگم اینا رو فقط پشت تریبون نمیگم، بالای منبر نمیگم. توی مباحث عرفانی قبل از اینکه حالا ما اصلا لوگوپاتی رو به این شکل معنا بکنیم، اونها چیزی داشتن به نام جان جانان. اصطلاحاً بهش ما امروز میگیم مغناطیس زبان. همون لوگومگنت خودمون که قبلا در موردش حرف زدم. من دفتری دارم، در این دفتر برای من دفتر مهمیه، دفتر حساب کتابامه. دفتر طلبام نیست، دفتر بدهیامه. گذاشتم همیشه جلو دست که اگر دستم از این دنیا کوتاه شد دیگرانی میدانند که حسابشون این تو نوشته شده. چقدر خلاصه طلب دارن، اگر از وراث من خواستن برن بگیرن بدونن. البته اونا هم چیزی برای ارائه ندارن، ولی به هر حال حداقل حقی به کردنمون نمون. مردم دیگه، چیکار کنم دیگه؟ زدم لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث. دوست نیست مگر آنکه دوستش رو، برادرش رو در 3 چیز محافظت کنه. کجا؟ فی نکبتهی، موقعی که او در بلا و گرفتاری است. فی غیبتهی، زمانی که او خودش غایبه، و بعد وفاته، زمانی که او مرده. پس دوستان حاضر در جمع، خلاصه در این 3 جا اگر دوست من هستید ما رو یاری بفرمایید. ببین مثلا جمله ای دارم: من گرفتار جریانهای فکری تکرار شونده تردید هستم. اول گزاره رو دارم تلاش میکنم بهش پی ببرم. این گزاره از کجا میاد؟ یه کار مهم کنید، دفتری داشته باشید، هر گزاره‌ای که آزارتون میده و دائما داره عقبتون میندازه رو بنویسید و هر بار که بهش فکر میکنید عدد بذارید. مثلا جمله من بدشانسم الان امروز رسید، بزنه بنویسش، جلوش بزن 1. 2 ساعت بعد دوباره تکرار شد، بزن 2. فردا دوباره اومد سراغت، بزن 3. در طول 1 هفته آینده ببین چند بار داری این رو میگی. وقتی من درگیر این مسئله میشم مینویسم، من از دل اون حرف در میارم. من گرفتار جریانهای فکری تکرار شونده تردید هستم. ممکن است بخواهم تلاش کنم اما نتیجه متفاوت باشه. میدونید من یک جمله رو خیلی دوست دارم: ما مأمور به انجام وظیفه ایم نه نتیجه. خیلی شفاف. ممکن است که بخواهم تلاش کنم اما نتیجه متفاوت باشه. این مشکل، اینا که دارم میگم مغناطیس هاست، لوگومگنت هاست. این مشکل بخشی از داستان موفقیت من است. چه درس هایی میتوانم از آن بگیرم؟ مشکل زندگی من یک کتابه، تا این صفحش الان این شکلی بوده، باقیشو که نخوندم، نمیدونم چه خبره. پس بخشی از داستان موفقیت من در این لحظه خلاقیت و کارآمدی رو انتخاب میکنم. این جمله رو دقت کنید بهش، بر اساس همون 5 تا اصل دارم عمل
یعنی اصالت منبع درش دیده شده، مسئله تطهیر زبان و واژه درش معنا شده. اصل سوم که باید به شدت زبان و واژه با قلب و دل یکی بشه رعایت شده، تمرکز بر معنای واژه شکل گرفته، تبدیل به مراقبه من شده. پس من حسینیان به محض اینکه در مواجهه با مشکل قرار میگیرم، با چالش قرار میگیرم، قر میزنم یه ذره اولش، اعصابم میریزه به هم، ولی درون من این جمله شکل میگیره: من در این لحظه خلاقیت و کارآمدی را انتخاب میکنم. یا مثلا بذار یک دو تا جمله دیگه هم براتون بخونم. من نسخه یگانه خودم را میسازم، نه در رقابت بلکه در رشد معنا. من همیشه مثلا به این فکر میکردم ثروت چیه؟ ثروت ابتدا به ساکن ابزاره، من بهش میگم قابلیت رشد. ثروت قابلیت رشد. حالا ثروت من چیه؟ این خیلی مهمه. شاید ثروت نورافکنیه که به استعداد من تابانده میشه. همین. چرا فکر میکنم باید کار عجیبی بکنم؟ ببین اینایی که دارم میگم بر اساس این چند اصل داره معنا میشود. این چند اصل رو داشته باشید. اون دفتره رو مثل من شروع بکنید به ساختن. من بیشتر از این که همیشه عادتم اینه توی یاد دادن سخن گفتن و سخنوری هم، بیشتر از این که بهت بگم به جای این اونو بگو، به جای اون اینو بگو، همیشه یاد میدم فرایند ذهنیت رو بسازی که یواش یواش ذهنت مولد کلمه و واژه و جمله و بیان بشه، خودش کارگاهی بشه، کارخانه‌ای بشه برای تولید زبان و بیان. عادتم اینه. بدم میاد با آدم ها بگم این کارو کنید این کارو نکنید. دوست دارم با آدم ها فهم ببخشم، اون چیزی که میفهمم رو انتقال بدم، به اشتراک بگذارم، تو هم بتونی این کار رو بکنی. این تا اینجا. نکته مهمتری که میخوام بهتون بگم، یک چیز مشترک دیگری در بین تمام مکاتب عرفانی نسبت به واژه و لغت و جمله وجود داره. اونم اینه: باید ذکر من، ورد من تبدیل به یک امر آوایی بشه. یعنی چی؟ اینجا فن بیان اگه بلد باشی خیلی کمکت میکنه. ما در فن بیان چیکار میکنیم؟ آواسازی میکنیم دیگه. مثلا من نمیگم که سلام خسته نباشید ارادتمندم، میگم سلام خسته نباشید ارادتمندم. دارم چیکار میکنم؟ دارم با فن بیان آواسازی میکنم. همین الان کل کلامی که از من شنیدید، چه در دور تون چه در دور کن، آوا داره، موسیقی داره، لحن داره، اصطلاحاً نغمه داره. خب اینجا فن بیان به چه دلیل اساساً رعایت می شود؟ در همین سخنرانی یکی از اون چیزهایی که باعث میشه جذبه در مخاطب به وجود بیاد نسبت به سخنور اساساً فن بیانه. قبل از اینکه مسئله محتوا بشه، بنده اساساً بدون اینکه با شما الان صحبت بکنم میدانم بخش زیادی از این سخنرانی رو هنوز باهاش ارتباط برقرار نکردید. یعنی باید برید باز یه بار، دو بار، سه بار دیگه بشنوید حسینیان فلانجا چی گفت، بیسارجا در مورد چی صحبت کرد. اصلا حتی برید بشنوید یه چیزایی میشنوید که اصلا انگار نشنیده بودید، اصلا انگار تو اون جلسه حضور نداشتید. اما یه چیز رو خوب میدونم و اونم اینه، اون چیزی که باعث میشه تا آخرین لحظه بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم خود این موارد آوایی بیان، یعنی مسئله فن بیان. خیلی مشخص. لطف کنید ذکرتون رو بهش آوا ببخشید. یعنی چه؟ یک مثال ساده. این جملاتی که میگم رو پشت سر من تکرار کن. ای نیروی قدرتمند من، ای نیروی قدرتمند من آکسان نمیشنوم، کسی آکسان رو هیچی نمیگذاره. میگید ای نیروی قدرتمند من یه آکسان میخوام الان روی قدرتمند. ای نیروی قدرتمند من، ای نیروی قدرتمند زنگار دلم را صیقل بده و از من بزدای. جمله سخت شد، قاطی پاتی شد. سادهش کنیم. زنگار دلم، این همون کاتارسیسه، همون چیزی که ارسطو میگه. ارسطو به شدت به واژه اعتقاد داره، به شدت. حتی میگه از ابزار کاتارسیس، یعنی پالایش درون، مسئله واژه و لغته. ای نیروی قدرتمند درون من، ای نیروی قدرتمند
زنگار دلم را صیقل بده، ترس را از من بزدای و من را لایق آنچه هستم قرار بده. چند تا اصل وجود داره. یک، آکساناتون فراموش نشه. رو کلمه‌ای که مهمه تأکید بدید، شدت بدید، هدت بدید. حتی اگر دارید تو ذهنتون رو میگید. ببین من حتی وقتی تو ذهنم میگم لا اله الا الله، اینجا مهمترین کلمه من الله. تو ذهنم این شکلیه، لا اله الا الله. یعنی به الله که میرسم حتی ارتعاش پیدا میکنه ذهن من، یعنی احساس میکنم این رگای مغزم تکون میخوره. خب پس یکی از مهمترین کارها در آواسازی، در ذکر سازی برای یک ذکر و ورد درست اینه: اولا لطف کن اکسان بده، دوم ریتم بده. به معنای چی؟ جملت رو به 2 تکه یا به 3 تکه تقسیم کن. ای نیروی قدرتمند درون من. ما با 2 تکه اساسی مواجهیم. باید ریتم پیدا بکنه و اون صدای گرم رو فراموش نکن. انشالله عمری باقی بمونه، فرصتی داشته باشیم باز هم به نیایش کلمات خواهیم پرداخت. بحث خیلی مفصله، فقط تلاشم بود این جلسه درگیرتون کنم، متوجهتون کنم اولا پایه و اساس به شدت تاریخی، فکری و حکمی دارد. ثانیاً میتونید خودتون یواش یواش راه پیدا بکنید و براش معنایی بسازید. مهمترین بخش این سخنرانی اونجایی بود که خواستم بهتون توضیح بدم که بفهمید، این خیلی مهمه، که بفهمید اون چیزی که تو، اون بهایی که تو، اون ارزشی که تو داری به اون سخن میدی باعث میشه اون تبدیل به یک ذکر یا یک ورد راهگشا بشه. مثل برنژه در کرگدن یادتون نره شاید ما آخرین آدم باشیم و تنها باشیم، اما قصد داریم آدم بمانیم. خداحافظ.